و آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 به نام سلطان انوشیروی شهر خاروخ کرمخدا النظرов. برای اشتراک در برنامه امروزه برای شما تشکر بیان میکنیم. وضعیتی که در تاریخ 25 نوامبر سال روان در مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان رخ داده بود بابت روزهای 25 26 و 27 در مرکز ماموری شهر خاروخ به وقوع پیوست. خواستیم نظر شما رو بفهمیم. در روزهای 25 و بعدا روزهای دیگر بسیار وضعیت وزنین بود در شهر خاروخ و از این وضعیت بسیار گروه ها استفاده بردند. تجربه زندگی خود ما میدانیم که همه این وزنین ها تاثیرشون به خلق بیچاره میرسد. 30 سال دولت عزیز ما تاجیکستان همچون یک دولت صاحب استقلال وجود دارد، فعالیت میکند و کل دنیا دولت تاجیکستان را میشناسد. ما شهروندان شهر خاروخ و اساسا کل ولایت مختار بدخشان بود بی‌طرف نباشیم و همه طرفه با پدر مادر با فعالان ولایت در همکاری با مقامات محلی ولایتی و شهری و نایبی کار کنیم تا که همین خیلی ناتنجا را اجازت ندهیم. روز 25 26 27 که همین واقعه در شهر رخ داد این سوازنین بود، چون که اگر ما حرف میزنیم درباره جنایت و جنایتکار انا خیلی که همین فیلمی که ما تماشا کردیم سابق رئیس ولایت همچون یک نماینده مذهبی همه شر داد. این چه فعل بود؟ اما روز حوالی که این رخ داد یک باره ما خیلی کردیم خیلی خیلی شده بعضو فکر اندیشه سکنان شهر خاروخ دیگر فکر میکردن، کسی دیگر خیلی فکر میکرد. خوشبختانه همین فیلمی که نمایش دادن ما آن تماشا کردیم. اگر همان دختری که با اون شد این همه چی کردیم ما تماشا کردیم باید همون جنایتی که صادر کرد باید در زیر قانون جواب دهد. جوانان را نیروی سازنده و قوه پیشبرنده جامعه میگویند. امروز در جامعه هستند گروه‌هایی که جوانان را به کردارهای نامطلوب و به دام فریفته هر گونه کردارهای غرضناک شامل میکنند و شما به این گونه جوانان چی گفته میتوانید؟ اگر 30 سالگی استقلال جمهوری جمهوری تاجیکستان ما قید کرده بودیم، ما واقعا 20 سال است که در انکشاف هستیم، در ترقیات هستیم. بعد پورا به دست آوردن صلح همانی برقرار شدن وحدت ملی تاجیکستان سر کرد برای پیشبرد اقتصادیات و دیگر ساها. با همین خاطر جوانان باید خوب درک کنند دانند. اون جوانانی که نمیدانند باید قدر کنند که صلح همانی پیش از همه. اون دوره دین نان میافتیم و نه دیگر به وضعیت وزنی بود. مردم در تلاششان بود که چخیل شود که در تاجیکستان عزیز ما صلح همانی شود و بعد ما باید فخر کنیم که ما تاجیک هستیم. بعض وقتا در همین فیسبوک ها دیگر چی میخونی هر کس هر چی، بعض آدم‌ها که سواد سیاسی ندارند از نقطه نظر علمی کم سواد هستند، روی راست گفتن در کار است، تاریخ خودشان نقض نمیدانند، بعد با هر چی گفتارهای بد دست میزنند. با همین خاطر ما فخر میکنیم، ما تاجیک هستیم فخر میکنیم که در تاجیکستان زندگی میکنیم. با همین خاطر من با همه جوانان باز مراجعت میکنم که ما فخر کنیم که در تاجیکستان عزیز زندگی میکنیم و امروز صلح همانی برقرار است. شکرانه کردن در کار که در تاجیکستان عزیز مهربان صلح همانی است و مردم آسایشته زندگی میکنه، سیری و پوری است. صلح باشد، ثبات باشد. انا ما اوزودونا میخواهیم ساری بیگا با مرکز این بهتر است. تشکر. استاد فراموز امامبردیев از شما بپرسیم که وابسته به تهیه فیلم تحت عنوان نیروی قانون که توسط تلویزیون بدخشان نمایش داده شد خواستیم نظر شما را بپرسیم. البته من فیلم تماشا کردم. در فیلم ابیکتیوی فیلمی که پورا و یکون فیلم وای نیست، خودارسمین فیلم نه، ساخته نه. و فیلمی که در اساس واقع شدگی بنوار گرفته شده است و پورا با مردم نشان دادن که واقعا چخیل بود. و بعدا من برآمدهای
برادرم سابق رئیس ولایت یادگار فیض و گوش کردیم یکی از شخصان معتبر ولایت هستند. دیگر شخصان پیران سالان و خواهران و برادران و معلمانی که در طریق تلویزیون برآمد کردند، ارگان و حفظ حقوق که برآمد کردند، همش شنیدیم و درباره فیلم من گفتنی هستم که اونجا من دیدم هم مناسبت مردم نسبت به رئیس ولایت که رئیس ولایت التماس کردند میدان بران با مردم صحبت کنند وای برآمد. آدمان به پیش یک چند مرد برفتن که آمدن در کار. محترم علیشیر میرزانابادov برآمد با مردم صحبت کرد، خواست بسیارتر فهماند و یک گپ زدن از میدان نماندند. بسیار آدم مانع شدند. همین خیلی واقعا من در سر خودم دیدم در رئیس شهر بودم و با میدان با پیش مردم برآمدم. مردم فکر خودش گفتن میشه 10 کس دیگر خلالدار میرسونند. آدمایی که حقیقتا با همون باید فقط میخوان که سوء استفاده کنند از همون واقعی بعد همون کارهای کردار بدخانه خود کردن. همین که دیگر شد من با دیدم با همون اثبات سالهای پیشم شد. این بدبختی است که رئیس ولایت خودمون ما خودمون و التماس میکنیم میبیاریم با خلق بخوری میکنه گپ میزنه وای میزن با کدام خرد و عقلی. اگر نجات نمیدادن وای رئیس ولایت چی میشد؟ باز همون مسئله یک طرف موند با جنایت دیگر صادر شد. این مردم ما باید حس کند که همین یک کس، 2 کس، 3 کس، 10 کس جنایت کنه با 200 کس دیگر از پشت خود میبرد با بالا جنایت میشه. ما درباره جوانان آینده خودمون چی فکر میکنیم؟ نسبت همه پرونده دل جنایتی شود بینیم. اگر هر یک اینا جنایت کنن بعدا اینا خارجه رفتن نمیتونن، مکتبای دیگر رفتن نمیتونن، در ارگانات قدرتی ساختارهای دولتی کار کردن نمیتونن. 20 سال 30 سال بعد یعنی اونها بسیار چیزا برای اونها مانعی میشد در سیستم دولت داری. با همین خاطر من بسیار خواهش و التماس میکنم که احساس و غرورشان یک طرفه مانند. احساس و غرور هیچ برابر نمیبیاد برای پیشرفت جامعه ما. برای هستند مقامات های محلی حاکمیت دولتی، ولایتی، شهری، نایبی، جماعتی آنها کار میکنند. دیگر اینستیتوت های دولتی هستند کار میکنند. ساختار قدرتی هستند کار میکنند. همه بود حاضر ما در اصل 21 زندگی میکنیم. حاضر اصل 18 و 19 نیست که از کتابان میخوانیم چی حالت ها بود بر سر مردم تاجیک. ملت چادی خیلی عذابا کشید از دولت سامانیان سر کرده تا حاضر. بعد ما سالهای 90 ما دیدیم عصر 20 چخیل بدبختی بر سر ملت تاجیک آمد و برای ما با درس عبرت باشد. اون جوانایی که نمیدونم نمیشنونم من التماس میکنم از معلمای بهترین معلم این یک قوه بزرگ هستند ساحه معارف و همین خاطر با التماس میکنیم این مسئله با دقت جدی داشت. دولت با قوت است. دولت سالهای 90 عصر 20 نیست. ارگان‌های حفظ حقوق پررا با قوت هستند. شکرانه کنیم که دولت تین جامان است. حاضر نه مردم از آزوقاوری نه از خوراک و نه از دیگر محصولات خوراک کمی ندارد. همه شکرانه پر است. آن یک روز 2 روز بند شد را دیدیم از دوشنبه به این طرف یگان خوراک آمده نمیتونست. ماشینا بند شدند. ترس و وهم زیاد شد. اون شخصان سوداگران که از دوشنبه دیگر مناطق‌های جمهوری در شهر خاروخ سودا میکنند نمی آمدند. وهم شد، ترس و وهم زیاد شد. و هم خاطر بسیار التماس میکنم که ما با همون صلح همانه‌ای که برای ما امروز هست و برای چندین شخصان بزرگ برابری پرزیدنت مملکت شخصان خردمند و دست آوردن صلح همانه‌ای تامین کردن امین بود با دندانو خود صلح همانه سخت قپیم که باید دست ما نرود. با همین خاطر من امیدوارم که امسال چقدر با ابیکتو ساخته نشدن با مناسبت 30 سالگی همش همین خیلی تاثیر رسانده میشه، تاثیر منفی با تمام ساحه‌های خارجی خلق ما. من خود بسیارم خوش و التماس میکردیم که همه همین خیلی ارگان حفظ حقوق هستن. حاضر اون کمیسیون دولتی که از طرف پروکراتور جنرالی تشکیل کرده شده است در همکاری با وزارت کارهای داخله، کمیته دولتی امنیت ملی
مقامات مالی حاکمیت دولتی و یک گروه شهروندانی که از جامعه شهروندی در همکاری با ارگان‌های حقوق کار میکنند، آنها در نتیجه همینا تفتیشات میبرند، پره معلوم میشد و من باوری دارم که آنها به خلق همشون میفهمونند، گفتم میگذارند آید نتیجه تفتیشات. میگویند که در اون دولتی که شهروندانشان طبق قانون عمل میکنند، گویا که ولایت قانون مستحکم است. صلح و ثبات، آرامی، اتحاد سرجمی حقوق فرمها هست و خواستیم که اندیشه شما رو وابسته به ولایت قانون بفهمیم. قانون البته در اون دولت که قانون رعایت میشد اونجا پیشرفت است. چون قانونیت این پیش از همه کنستیتوسیون جمهوری ترکستان یکی از کنستیتوسیون بهترین جمهوری است در دنیا است که برای ما شهروندان تمام حیات و ممات ما را حمایت میکند، فعالیت ما را در رمق قانونی جمهوری ترکستان حمایت میکند و همین خاطر قانون برای همه یک است. با همین خاطر ما باید قانون را رعایت کنیم. پیش از همه از جوانان بسیار هم خواهش التماس میکنیم کسانی که بی قانونی میکنند امروز یا پگاه یا روز دیگر باید جواب میدن، چون قانون از خلق طلب میکنه رعایت قانون. اگر ما قانون همه شهروندان جمهوری ترکستان رعایت کنیم، با فرزندانمون فهمونیم قانون قانونیت، آنها با در رمق قانونهای موجوده جمهوری ترکستان زندگی و فعالیت کنند، این خیلی جنایت ها نمیشن. تاجیکستان نوابسته بانه که ما را زیاده اکثر 20 دولت دنیا میشناسند، با ما مناسبت های دیپلماتی دارند، لیکن با هستند دولت هایی که بدخواه ما هستند، نمیخوان که در تاجیکستان شکرانه همین تینجی آرامی باشد، نمیخوان که تاجیکستان پیشرفت کند، نمیخوان که تاجیکستان در قطار دیگر دولت های جهان در عرصه یک دولت بقوت باشد که از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی که همه ما را میشناسند دنیا را، همچون ملت تاجیک با تاجیکستان عزیز خودمون همونا بسیار خللدار میسازند. بسیار با جوانان مراجعه میکنم که کلان سالا را گوش کنید، با جنایت دست نزنید. فرزندا اساسا با خردسالان تاثیر منفی نرسانید، اساسا با مکتب بچه ها، آنهایی که آینده دارند، آنها زندگی دارند. بیاید کاری کنیم که در دولت و در شهر خاروق ما پیش از همه در ولایت مختار کوهستان برسان هم اصول امانی برقرار باشد و سیاست خردمانه رابط در وقت شکرانه کنیم که امروز فرصت جاری است و امروز ما بود از همه تشکیلات های بین المللی اساسا من که کمک های زیاد میکنم و امروز حضور استاد بزرگ گفتن که همه مردم هم با تبریک کنیم با اون روزای بزرگ. ما برکت استقلالت بود، ما برکت پرزیدنت کشور پیشوای ملت بود که پیش از خدمت‌های بزرگ پرزیدنت محترم و مدرم که مولا حاضر امام شاه کریم مصیبت ترسون آمدن، ما از در برای استقلالت آمدن، ما از استقلالت کمک زیاد کرد که ما مردم اسلام مذهب ترکستان با دیدار مشرف شدیم. با همین خود نازکو خیلی زیاد است، ما با شکرانه کنیم. ما در واخری با ارگان‌های حقوق با مقامات مالی و حکومت دولتی فهمیدیم و از تلویزیون هم گفته گذاشتن که من همین خرابه هایی که شد، این خرابه هایی که شد با کی ضرر کرد؟ با خود ما ضرر کرد. این درخت هایی که در مدت چندین سالا رهبران پیشتره با همین خلق عزیز خودمون با مردم با شهروندان شهر خاروق شناندن، همین درخت ها را من دیدم در سالهای پیشم جنجالا شد، سالهای 2008 و من 2013 2014 من با این سال درخت ها را بریدم. این برای که یک درخت پرورش کردن گفت چقدر مهنت کردن که وای شناندن در کار که وای قوق نشده بلند شدن در کار هم زیب شهر است. یا ارچه چقدر سال لازم است که ارچه با خودش گیرد و کلان شود. ارچه ها بسیار درخت ها را بریدن، عیب است، شرمندگی است. با همین خاطر من التماس میکنم که پیش از آن یک شاخه درخت برید، نه اینکه پور درخت فکر کنید که ما شاخه کنده ممکن است. این یعنی یک آدم هم جان دارد. امروز چقدر درخت ها را اینجا قریب بگفتم این خاروقه با علی چور ماندن کردن، درخت بری در اونجا خیلی درخت نمیبرد، در اینجا کی برید؟ جوانان با بریدن، راههای بند میکنن،
فقط اون خاطر بعدا با اونو کی حقوق دارست که درختها رو برن؟ آیا درخت شناندگی نباشن؟ فقط همون نمیرسن با همون خاطر بس کنن همین درخت بریدن. این درخت بریدن خود رو در خانه‌تان برید. در خانه درخت داره، سفید داره. همین شهر مون شهر زیبا باشد. این شهر خوروغ است. این از تمام کل مردم تاجیکستان است. و ما مردم شهر خوروغ فخر میکنیم که شهر سال به سال زیبا شده است. این اسفالت پوشیده بدید، این شاهدهای نو ببینید در دوره استقلالت ساختگی را. این قدر پیشروی است. این راه ابریشم ببینید که از دوشنبه تا کلمه خطاب میبرد ما را. 5 کوپرک در خود بدخشان است و افغانستان. همه همین مهنت چندین ساله دوره استقلالت است. و قدر این رسیدن در کار. همون روزایی که جنگ و جنجال در شهر خوروغ شد، راه ها بسته شدند. خوراکه نمی آوردند. باز میگن در بازار نرخ بلند شد. ضرر کی دید؟ با همین خلق شهر خوروغ. مردم بدخشان ضرر دید. نوعه شغلان ضرر دید. گرد اطراف شهر خوروغ تمام قشلاق‌های نزدیکی هستند. مواد خوراکه بلند شد در خرج، البته این با کیسه مردم میزنند. تاثیر مثبت می‌رساند. البته بسیار آدمانی که در واقع بودن که من از تفتیشات فهمیدم، از گروه‌های شهروندی فهمیدم که بعضی‌هاشون نمی‌بیان به تفتیشات دعوت میکنن، خودسری میکنن یا که نمی‌بیان. با خود به تفتیشات آمدن در کار تفتیش میکنن. از روی تفتیشات که با آخر رسید بعد خلاصه میبرن. با همین خاطر گروه کاری شهروندی، جامعه شهروندی و مقامات پرکراتور گنرالی در امکارات بودگر ساختار قدرتی کار میکنن که تیزتر تفتیشات با آخر رسد که یک خلاصه عمومی برارن. که همین لیکن من بسیار التماس میکنم از شهروندان، از کل پدر و مادر و آنهایی که تاثیر بر جامعه دارند، همین کار دیگر تکرار نشود. تکرار نکنید. بدبختی بر سر خلق خودمان بود وزن‌تر نکنید. تشکر استادان ارجمند. بینندگان عزیز، بار دیگر بهر شما خاطر نشان می‌سازیم که در صحبت امروزه ما حضور داشتند سابق رئیس شهر خوروغ فراموز امامبردیев، نفقه‌خوار و آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 شهر خوروغ کرمخدا النظرов. استادان ارجمند بار دیگر اظهار سپاس خود را جهت اشتراک در برنامه امروزه و برای سخنان پرمحتوای شما ابراز می‌نماییم. تماشابینان عزیز، در همین جا به برنامه امروزه نقطه می‌گذاریم. برنامه‌های دیگر تلویزیونی بدخشان ادامه دارند. سربلند و پیروز باشید.